عنوان: بازگشت ترگوت‌ها، قیام اورهان. دشت‌های آناتولی در سکوتی سنگین فرو رفتند. مه صبحگاهی روی زمین نشسته و رد سمحسبان کهنه هنوز در خاک دیده می شود. پرچم‌های کهنه کایی در باد می لرزند، نه از ترس، بلکه از خستگی سالها جنگ و انتظار. اردوگاه اورهان آرام است، اما این آرامش پیش درآمد طوفان است. اورهان در میان چادرها حرکت می کند. نگاهش به افق دوخته شده، جایی که مرز میان گذشته و آینده است. نبود عثمان احساس می شود، اما غیبت او خلأ نیست، میراث است. نگاه آلپ‌ها پر از تردید و امید است. همه می دانند که زمان تصمیم فرا رسیده. در دوردست سواری تنها از میان مه پدیدار می شود. قامتش استوار، گامهای اسبش آشنا، تبر سنگین بر شانه، رد زخمها بر زره. ترگوت قاضی ارطغرل، مردی که جنگ او را نساخت، بلکه جنگ از او معنا گرفت. ورودش بی صداست، اما زمین حضورش را حس می کند. ترگوت از اسب پیاده می شود. خاک آناتولی را لمس می کند. همان خاکی که سالها برایش جنگیده است. نگاهش از پرچمها عبور می کند و بر اورهان می ایستد. نسل تغییر کرده، اما آرمان نه. میان آن دو سکوتی شکل می گیرد که از هزاران سخن سنگین تر است. در همان زمان از سمت دیگر دشت گروهی سوار نزدیک می شوند. پیشاپیش آنان مردی با هیبتی آشنا، ترگوت، دوست وفادار عثمان. زرهش نشانه سالها نبرد را دارد و نگاهش هنوز بوی عهد می دهد. او نه برای قدرت آمده، نه برای نام، برای ادامه راهی که نیمه تمام مانده است. دو ترگوت از دو مسیر به یک سرنوشت می رسند. نگاهها تلاقی می کند. گذشته و حال در یک نقطه جمع می شوند. حضور آنان روح تازه‌ای در اردوگاه می دمد. آلپ‌ها یکی یکی نزدیک می شوند. شمشیرها از نیام بیرون نمی آیند، اما دستها محکمتر می شوند. اورهان قدمی جلو می گذارد. قامتش حالا بلندتر از پیش دیده می شود. در چشمانش تردید نیست، فقط بار مسئولیت. ترگوت قاضی ارطغرل زانو بر زمین می زند، نه از ضعف، بلکه از احترام به راهی که ادامه دارد. ترگوت عثمان نیز کنارش می ایستد. وفاداری دوباره متولد می شود. پرچمها بالا می روند. باد شدت می گیرد. صدای پارچه ها در هوا می پیچد. گویی خود آناتولی نفس تازه می کشد. خبر ورود آلپ‌های بزرگ به سرعت در میان قبایل می پیچد. نگاه ها تغییر می کند. امید جای تردید را می گیرد. شب فرا می رسد. آتش ها روشن می شوند. سایه مردان جنگجو بر زمین می افتد. ترگوت ها در کنار آتش می نشینند. زخم های کهنه داستان های ناگفته را فریاد می زنند. شمشیرها صیقل داده می شوند، نه برای نمایش، بلکه برای نبردی که نزدیک است. سپید دم. اردوگاه دیگر همان اردوگاه دیروز نیست. نظم تازه‌ای شکل گرفته. آلپ‌ها در صفوف منسجم ایستادند. اسب‌ها زین شدند. نگاه‌ها به اورهان است. مردی که اکنون تنها پسر عثمان نیست، بلکه رهبر قیام است. ترگوت قاضی ارطغرل پیش می آید. تبرش را در زمین فرو می کند. نشانه آغاز. ترگوت دوست عثمان پرچم را بلند می کند. نشانه ادامه. این قیام نه از خشم، بلکه از ایمان زاده شده است. حرکت آغاز می شود. صف سواران از اردوگاه خارج می شود. گرد و خاک آسمان را می پوشاند. هر گام اسبها ضربانی تازه به قلب آناتولی می زند. قلعه های دشمن در دوردست دیده می شوند. سرد، سنگی، مغرور. چهره دشمنان پر از تردید است. خبر رسیده ترگوت ها بازگشتند. نامهایی که لرزه به دیوارها می اندازد. آنان می دانند این فقط یک حمله نیست. این قیام است. اورهان در پیشاپیش سپاه حرکت می کند. پشت سرش دو ترگوت. یکی میراث ارطغرل، دیگری وفاداری عثمان. گذشته، حال و آینده در یک خط مستقیم پیش می روند. در آستانه نبرد سپاه می ایستد. باد پرچمها را می رقصاند. خورشید از پشت ابر بیرون می آید و بر زره ها می تابد. لحظه‌ای که تاریخ نفسش را حبس می کند. و سپس حرکت. قیام اورهان آغاز شده است. با بازگشت ترگوت ها، با وفاداری آلپ ها و با راهی که دیگر بازگشتی ندارد.